انرژی خوارها افرادی هستن که از انرژی شما تغذیه میکنن تا به بقاشون ادامه بدن. متاسفانه خیلی وقتا این افراد عزیزان شما هستن و خیلی راحت نیست که از زندگی کنارشون گذاشت. و از اونجایی که همه شما هم میدونید ما با استفاده از انرژیمون قدرت خالق بودن و خلق کردن رویاهامون رو داریم، وقتی این افراد به صورت روزانه انرژی شما رو تخلیه میکنن و خشک میکنن، خیلی خلق کردن سخت و غیر ممکن میشه. تو این ویدیو میخوایم راجع به این موضوع و مقابله با این موضوع صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستان عزیز، به کانال اسرانه با مهسا خوش اومدین. اسم من مهساست، همونطور که گفتم. اگر اولین بار به کانال من میایین لطفا برید ویدیوهای دیگه هم در این مورد، در مورد قدرت ذهن، در مورد تاثیر انرژی بر افراد دیگه، در مورد قدرت ذهن برای جذب ثروت و خیلی موارد دیگه که تو کانالم گذاشتم حتما ببینید. ولی تو این ویدیو میخوام راجع به موضوع مهم، بحث انرژی خوارها و افرادی که دور و بر ما هستن. ببینید اگر تا الان با مفهوم این جمله انرژی خوارها تا الان اصلا آشنا نیستید و تا الان نشنیده بودید، مسلماً اگر این خیلی براتون غریبه باشه، در مورد اینکه افرادی که اطراف ما هستن، دوستان نزدیک ما، خانواده نزدیک ما، کسایی که بیشترین وقتمون رو باشون میگذرونیم و تاثیرش روی زندگی همه موافق هستیم. یعنی حتی اگر شما به انرژی اعتقاد نداشته باشید که خیلی مهمه و فرکانس و اینجور چیزا هم اصلا سر در نیارید، همه ما اذعان داریم که افرادی که اطراف ما هستن، افرادی که بیشترین وقتمون رو باشون میگذرونیم، سرنوشت ما رو تعیین میکنن. یعنی اگر یک کسی از بچگی، احتمال بسیار زیاد یک کسی دور و بریاش همه سیگاری باشن، احتمال خیلی زیاد، یعنی 90% 80% این آدم سیگاری میشه. از بچگی باباش بکشه، دایش بکشه، نمیدونم عموش بکشه، هم بازیاش هم که تو مدرسه با هم دوست بودن تو نوجوانی شروع میکنن کشیدن، این آدم احتمال بیشتری داره سیگاری بشه. همین امروز من داشتم یه برنامه توی نتفلیکس میدیدم در مورد خونه‌های گرون توی بیورلی هیلز بود و یه خونه‌هایی که 30-40 میلیون دلار قیمتشون بود و یک خانواده بودن که این خانواده همشون تو کار املاک بودن، املاک میلیونی توی میلیون دلاری توی آمریکا، که اصلا طرف مثلا خواست خونه رو بفروشه میگه اگه خونه رو بخری همسایت میشه جنیفر انیستون و همسایت میشه جیزی و خواننده‌های بزرگ و داریم راجع به اینجور خونه‌های حرف میزنیم تو بیورلی هیلز لس آنجلس. و این خانواده خیلی برام جالب بود. 3 دختر داشتن، هر 3 دختر رفته بودن چون پدر بزرگ توی املاک بوده، پدر توی املاک بوده، 3 دخترم هر 3 یه دفعه‌ای میگفت اصلا بچه‌ام کلا استعداد مادرزادی در املاک دارن. اصلا چیزی وجود نداره استعداد مادرزادی در املاک. حالا طرف مثلا نقاشه، هنرمنده، میگه مثلا استعداد ذاتی در طراحی داره، در نقاشی، در خوانندگی داره. ولی خب خودتون میدونی خرید و فروش اینا سبک یک تخصصه که اینا تو خانواده بزرگ شدن، به دنیا اومدن، پدرشون این کارو انجام داد، مادرشون هم این کارو داشت انجام میداد. کله گوندا قولای املاک توی لس آنجلس، معلومه که بچه‌هاشون رو جذب همین مسیر میشن. این یه نمونه مثبتش بود. شما فکر کنید نمونه منفی هم خیلی هستن، کسایی که معتادن، اعتیاد تو خانواده است، احتمال اعتیاد افراد نزدیکشون زیاده. پس این بحث رو زیاد کشش ندیم. همه ما قبول داریم که اطرافیان ما تاثیر زیادی در زندگی ما دارن. وقتی توی سن بالاتر میریم و قدرت تصمیم گیری داریم که با کی بگردیم با کی نگردیم، امیدوارم اگر توی سن 20 سالگی هستید الان خیلی کمک میکنه این حرفایی که دارم بهتون میزنم. ولی نگران نباشید اگر توی 30 هستید، توی 40 هستید، هیچ وقت دیر نیست. بعضی از افراد میشناسم توی سن 50-60 سالگی هنوز هم دارن با این انرژی خوارها، یا به انگلیسی میگن انرژی ومپایرها، مثل خوناشامای انرژی میشه، اینا دارن ارتباط دارن و میدونن و میگه آره بابا هر سری این دهن من سرویس کرده، فقط مشکلاتشو برای من میاره، ولی چیکار کنم برادرم، چیکار کنم خواهرم، اینجور چیزایی رو خیلی زیاد میبینم. پس تو هر سنی که هستین این حرفا به دردتون میخوره. بچا انرژی اول از کجا بدونیم که کسی انرژی خواره؟ اصلا انرژی خوار چیه و چیکار میکنه؟ بچا انرژی خوارها، بچه‌ها میگم دوستانی هم داریم که از منم سنشون بالاتر، دوستان عزیز ببخشید، چون چند وقت پیش گفتم مثلا کم بگو بچه‌ها، من 60 سالم دارم ویدیوهاتو نگاه میکنم. به خاطر همین دارم میگم بریم راجع به انرژی خوارا حرف بزنیم. انرژی خوارا کسایی هستن که چجوری بفهمیم طرف انرژی خواره. اینها نیاز دارن به گریه کردن، نیاز دارن به قصه خوردن، نیاز دارن به درد دل کردن، نیاز دارن به توجه تو راجع به مشکل خودشون.
ببین دو نوع انرژی خوار داریم. ممکنه ما هم به صورت موقتی تبدیل به انرژی خوار بشیم، ممکنه به صورت دائم هم باشیم، با حواسمون باشه ما نباید تبدیل بشیم. ولی یه سری افراد به صورت موقت انرژی خوار میشن. طرف یکی از عزیزانش میمیره و نیاز به همدلی داره. همون همدلی انرژی دیگه. من میرم ابن داره، سرت سلامت، اشالله که جاش بهشت باشه، هر روز میرم بهش سر میزنم، گریه میکنه، منم میگم اشکال نداره. بعضی وقتا ما این کارو برای عزیزانمون میکنیم با اینکه میدونیم طرف داره انرژیتو میکشه و میبره، ولی چون اون طرفو خیلی دوست داریم و یک چیز موقتی براش پیش اومده، پدرش مرده، چه میدونم تصادف کرده، یه شکست عشقی خورده، یه چه میدونم مالی رو از دست داده، این ما قبول میکنیم که انرژیمون رو در اختیار این افراد قرار بدیم به صورت موقت. ولی حالا من باز با اینم موافق نیستم، ولی یه سری افراد به صورت دائم انرژی خوار هستن. پس دو نوع داریم، انرژی خوارای موقت که به خاطر اتفاقی که براشون افتاده و تو شرایطی که هستن ممکنه یکی دو ماه انرژی خوار بشن، و انرژی خوارهایی که به صورت دائم انرژی خوار هستن. افرادی که درد دل میکنن، همش درد دل، یه مشکلی از بچگی براشون پیش اومده، این هر روز باید به تو بگی تا چی هم میگی بیا مثلا شروع کن این کارو بکن، تلاش کن برای زندگی. تو که نمیفهم، من بابا معتاد بود اینجوری شدم، من اونجوری شدم، من زندگیم اینجوری بود، من تو درک نمیکنی. و بعد فقط راجع به غم و غصه هاشون باهاتون صحبت میکنن، فقط راجع به چیزها، دلیل هایی که نمیتونن فلان کارو بکنن صحبت میکنن. اینها باور دارن که خودشون قربانی هستن و به یک گوش مجانی برای تعریف کردن اینا صحبت لازم دارن، یک گوش مجانی نیاز دارن. حالا شاید بگی خب چه اشکال داره، من گوش میدم، بذار بگه، دوستم داره تعریف میکنه. برای اینکه بفهمید شاید هم واقعا شما انقدر آدم بیخیالی باشه که اینا نتونن انرژی شما رو بخورن و چجوری بفهمیم که واقعا داره این کارو میکنن یا نه. ببین وقتی از کسی جدا میشید، اولین کاری که میکنید یه لحظه به احساستون توجه کنید. آیا احساس میکنید یه انرژی بهتون داده شده، انگار یه قدرتی گرفتید برای انجام یه کاری، یا احساس میکنید تخلیه انرژی شدین که خدایا چقدر خستم؟ کدوم از اینا به دست میده؟ اگر حس میکنی تخلیه شدی، اون آدم انرژی تو تخلیه کرده. در غیر این صورت شما انرژی گرفتید. شما وقتی میاد ویدیوی انگیزش نگاه میکنید، ویدیوی راجع به مثلا امکان این که شما میتونید کی بشید یا چی باشید، چه توانایی هایی میتونید به دست بیارید، چیز مثبت، وقتی میبینید ویدیو رو که تمام میکنید یه انرژی خیلی خوبی میگیرید و اون به معنی اینه که من به شما انرژی دادم و خودم یه انرژی مثبتی رو خلق کردم و دارم با شما به اشتراک میذارم و این چیز بدی نیست. ولی وقتی رفتید یه جایی مثلا خبر میبینید، اخبار رو نگاه میکنید، بعد از اینکه خبر رو دیدید این میگه که نمیدونم اسرائیل حمله کرد، بعد ایران میگه نه اصلا به ما حمله نکردن، ما جامونم خیلی خوبه، بعد هرس میخوری. بعد میبینید چه میدونم توی اخبار نشون میده ما با بدحجابا مقابله میکنیم، بعد میبینید توی اینستاگرام نشون میده دختر مردم رو دارن میکشن. بعد از اون خبرها وقتی قطعش میکنید چه حسی داری؟ پس میبینید حتی رسانه میتونه شما انرژی شما رو از شما بگیره یا میتونه به شما انرژی بده اگر محتوای درستی دنبال کنید. پس حتی سوشال میدیا و خبر و اینجور چیزا میتونه مثبت و منفی باشه. تو یوتیوب من فقط کتابای فارسی رو گوش میدم و یا سمینارهای مختلف مثلا دکتر جو دیسپنزا هست به زبان انگلیسی، به فارسی هم اگر باشه من نگاه میکنم و یعنی خودم تصمیم گرفتم به جای دنبال خبر رفتم دنبال چیزایی رفتم که انرژی منو تخلیه بکنه. همین رو گفتم یادتون باشه ما با انرژیمون داریم خلق میکنیم و اگر اون انرژی رو نداشته باشه قدرت خلق کردن ازت گرفته میشه. وگرنه چرا داریم راجع به این صحبت میکنیم؟ چه اشکال داره بذار انرژیمون تخلیه بشه. کسی که انرژی نداره نمیتونه چیزی رو خلق کنه، نمیتونه دنبال آرزوش بره، نمیتونه آرزوشو برآورده کنه، خودش نمیتونه، قدرت خلقی نداره این آدم. برای همین خیلی مهمه وقتی میگم که باید بتونیم انرژیمون رو حفظ کنیم از دست هر کسی که میخواد اینو تخلیه کنه. ممکنه خواهر برادرمون، پدر مادرمون باشن، یا ممکنه سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی، یا هر کسی که دور و برمونه که الان براتون توضیح میدم چه کسایی هستن و چجوری میشه جلوی این موضوع رو گرفت که اینا نتونن انرژی شما رو تخلیه کنن. پس مهمترین چیزی که مد نظرم اول شما درک کنید اینه که چرا ما نیاز به این انرژی داریم. چون من بارها گفتم انرژی جایی میره که توجه انسان میره. من نمیگم، دکتر جو دیسپنزا میگه، دکتر جوزف مورفی میگه و خیلی دیگه که در این مورد صحبت کردن. وقتی توجه شما جایی میره انرژی هم همونجا میره. به خاطر همین میگم وقتی توجهتون روی بیماری میذارید بیماری بزرگتر میشه، رشد میکنه. طرف که بیماری داره میگه من این مریضی رو دارم، دور ازشون مثلا
فلان مریضی اسم نمیارم، فلان مریضی رو دارم، همش میاد برای همه درد دل میکنه، همش میگه این مریضی رشد میکنه. افرادی که تصمیم میگیرن مریضی رو با استفاده از قدرت ذهنشون، که حتما توی یه ویدیو دیگه نمونه‌هاشو نشون میدم و راجبش صحبت میکنم، افرادی که تصمیم میگیرن این درمانش کنن، راجب بیماریشون حرف نمیزنن، به کسی با کسی درد دل نمیکنن، گریه نمیکنن، بهش فکر نمیکنن، به جای تمرکز روی بیماری، چون تمرکز هر جا بره انرژی هم همونجا میره، اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان و تمرکزشون روی سلامتی میذارن، اصلا بیماری رو بی توجه میشن بهش، و چون توجه میره روی سلامتی، انرژی هم همونجا میره و انرژی اون چیزو رشد میده و سلامتی رشد میکنه و جای بیماری رو میگیره. این همون چیزیه که خواستم بهتون بگم، به خاطر همینه که اهمیتی که توجه ما کجا میره. توجه هر جا بره، این جمله خیلی معروفه، من دوست دارم این جمله رو، مال دکتر جو دیسپنزا، توجه جایی میره که هر جایی که میره انرژی پشت سرش همونجا میره و ما نیاز داریم که انرژیمون حفظ کنیم. یه سری افراد هستن که این انرژی رو نیاز دارن برای نیاز خودشون، نیاز مفیدی هم ندارن، این نیست که برای سازندگی ازش استفاده کنن، فقط تخلیه میکنن. نگاه کنید دور و بریاتون، کیه که همش درد دل میکنه، کیه که همش گریه میکنه، قصه میخوره، نمیدونم از بدبختیاش برای شما میگه. بدتر از اینا باز یه سری هستن که دلیلش اگر بخوایم بدونید چرا این افراد این کارو میکنن، همونطور که توی کتاب ماورا طبیعی شدن میگه، انسان به هورمون هایی که تولید میکنه، به مواد شیمیایی که تولید میکنه توی خون خودش معتاد میشه. شما وقتی قصه میخورید یه هورمون رو توی بدنتون ترشح میکنید، وقتی شاد هستید هورمون متفاوتی، وقتی هر روز قصه دارید این هورمون هر روز همون هورمون ترشح میشه و بدن شما مثل یک معتاد به اون هورمون غم و قصه معتاد میشه و یه روز که میبینید هیچ مشکلی نیست، شروع میکنید یه باید دنبال یه چیزی میگردید که اون هورمون رو دوباره درست کنید و ترشح کنه تو بدنتون. چیکار میکنید؟ میرید یاد غم و قصه هاتون میافتید که بیاد این ترشح کنه و دوباره این اعتیادتون به نیاز به اون کورتیزول، اون انرژی، اون هورمونا برطرف بشه. و اتفاقی که این افرادی که معتادن، شاید خودتون هم اینجوری باشید، به این حس بد و گریه کردن و قصه، به خاطر این اعتیاد پیدا کردن به اون هورمونایی که دارن تولید میکنن، به اون مواد شیمیایی که دارن تولید میکنن تو بدنشون و نیاز دارن، به خاطر این از شما استفاده میکنن. خود برای خودش که نمیشه جلو آینه تعریف کنه، تو رو صدا میزنه، اگه بدونید من چه بدبخت بودم، من اینجوری شدم، من اونجوری شدم، و شما شدید یه گوشه چی برای اینکه اینا حرفایی که میزنه میره تو کله تو، داره راجع به چی حرف میزنه نهایتا؟ یا داره راجع به مریضی حرف میزنه، یا داره راجع به بیپولی حرف میزنه، یا داره راجع به اینکه تلاش کردم موفق نشدم و فایده نداره، دنیا اصلا اینجوریه، شانس نداریم، شانس مال آدمای فلان و بهمان حرف میزنه و این داره این باورهاش هم به تو القا میکنه. پس هیچ سود و خیلی برای شما با توی شنیدن این حرفا نیست. من دوستانی داشتم طرف میگفت فقط آدمای خوش شانس، نگاه کن دختر فلانی رو دیدی، چه دختر فلان و بهمانی بود، 1000 تا دوست پسر داشت، بهترین شوهر گیرش اومد. اصلا بهترین شوهر فقط گیر اینجور آدمایی میاد. این خانم باور داشت که فقط همسر خوب گیر دخترای بی‌بندوبار رو اینجوری میاد که 500 تا دوست پسر به صورت همزمان داشتن. میگفت تو اگر مثلا خیلی حجب و حیا داشته باشی، زیاد دوست پسر نداشته باشی، شوهر خوب گیرت نمیاد. نگاه کن اینا همه شانس دارن. میگه شانس اینا بهتره. فکر کن هر روز اینو برای من تکرار میکنه. خب من اگه گوش میدادم منم باورم میشد دیگه. اصلا این تلقین بود که و واقعا الان این خانم نزدیک فکر کنم 40 خورده سالش هنوز ازدواج نکرده. این باورش بود و نمیگم ازدواج کار شاقیه و خیلی خفنه و چه میدونم دستاورد حساب میشه، شاید نباشه، ولی من گوش ندادم. گفتم اینجوری نیست، من باور ندارم و دوست ندارم این حرفا رو بشنوم. به خاطر همین کسایی که دارن این حرفا رو به شما القا میکنن، هر چیزی راجع به پول، تصورشون راجع به پوله، قصه، غم و قصه و آره بابا من هر چی تلاش میکنم، دست به هر چی میزنم نمیشه، فقط بچه مسئولین میتونه موفق بشه، فقط با پارتی داشته باشه تو این کشور، فقط با فلان باشه، همینا رو هم به شما تلقین میکنن و اون استرابی که اخبار به شما میده که وقتی راجع به جنگ حرف میزنن، وقتی راجع به نمیدونم چیزایی که ناعدالتی از نظر شما و ناراحت کننده حرف میزنن، اینا هم رو یه جور دیگه دارن به شما القا میکنن. نیاز دارید یک دیوار دور خودتون بکشین که این افرادی که دارن انرژی شما رو تخلیه میکنن نتونن این کارو بکنن. کار اولی که میکنی، خواهر، مادر، برادر، شوهر، فلان، هیچ زن، هر کدوم از این افراد هستن، ببینید اگر از عزیزانتون هستن یک صحبت جدی داشته باشید. بعضی وقتا شما مجبورید به صورت موقت با اینا قطع رابطه کنید. من این کارو کردم، متاسفانه دردناک، متاسفانه عذاب وجدان میگیره آدم. چرا؟ چون معمولا آدم‌هایی که انرژی بده هستن اینا عذاب وجدان میگیرن، چون آدمای خوبی هستن. همین امروز هم قبل از اینکه این ویدیو رو درست کنم، یکی از کسایی که مثلا همیشه دنبالش میکنم به زبان انگلیسی رو نگاه کردم در مورد انرژی خوارها و اینم همینو میگفت. یه نفر براش پیام گذاشته بود که آقای فلانی من
با برادرم نمیدونم یا خواهرم که اینجوریه قطع ارتباط کردم، ولی عذاب وجدان گرفتم چیکار کنم و میگفت مجبورین برای اینکه تبدیل به اون خالق بشین این کارو بکنین و ارتباط رو ممکنه مجبور بشید کم بکنید. حالا چطوره؟ مثلا باید اول بفهمید شما در این زندگی اومدین که این وجود خودتون رو حفاظت کنین، مواظب خودتون باشید و خودتون رو به رشد و تعالی برسونید. شما مسئول نجات دادن زندگی هیچ کسی نیستید و بهتون قول میدم با گوش دادن به درد دلا و بدبختی مردم قرار زندگیشون رو عوض کنین. پس نگران نباشین، چیزی رو از دست نمیدن. اگر کسی هست که از عزیزان شماست و داره با این کار به شما آسیب میزنه و شما براش توضیح میدید که عزیز من تو با این حرفایی که به من میزنی به من داری آسیب میزنی و این آدم اهمیت نمیده، به نظر نباید که جز عزیزانتون باشه. البته در نظر داشته باشید اینا اعتیاد دارن، مثل یه معتاده که داری بهش میگی مواد نکش و براش سخته، این افراد براشون خیلی سخت میشه. ولی من متوجه شدم خیلی از کسایی که این کارو کردم به سختی با 10 بار 20 بار یکم سرد شدن نسبتشون، کمتر حرف زدن، خودم اون بحث رو عوض کردن و اینا کم کم خوب شدن. ولی این چیزیه که نیاز به یکم تلاش داره، چون داریم راجع به اعضای خانواده حرف میزنیم و برامون سخته که کنارشون بذاریم. ولی شده بعضی وقتا مجبور شدم یه نفر رو بذارم از عزیزانم هم بوده برای یه مدت چند ماه بذارمش کنار که بفهمه چقدر جدیم وقتی میگم نمیخوام این حرفا رو بشنوم، نمیخوام راجع به این مسائل صحبت کنم. حالا مسئله بعدی چیه؟ مسئله دومی که پیش میاد اینه که یه سری افراد هستن که دوست شما هستن، یه درجه اونورترن، یکم غریبه‌تر هستن. اینا رو چیکار میکنید؟ واقعا اگر دوست جدیده یارو مثلا خیلی دوست قدیمی نیستید و تازه میخواین با طرف وارد رابطه شو، میبینید طرف انرژی خواره، همون لحظه اصلا فرصت به یک آدم معتاد، این آیا آدم معتاد به انرژی خوردنه، ندید. اصلا تقصیرشون نیست، دست خودشون نیست، اینا نمیدونن، اینا اعتیاد دارن. نباید با این معتاد وارد رابطه بشید. واقعا اگر جدیده سریع بذارین کنار. من الان به این حد رسیدم که حقیقتا وقتی با خیلی دوست دارم دوستای زیادی پیدا کنم، به خاطر سوشال میدیام، به خصوص اینجا تو اینستاگرام که هستم، تو لس آنجلس خیلی از ایرانی‌ها هستن، لطف دارم به من پیام میدن مثلا من فلان جا زندگی میکنم بیا در ارتباط باشیم و اینا. بعضیشون میبینم به محض اینکه میفهمم کسی انرژی خواره، به محض اینکه میفهمم طرف دنبال تخلیه انرژی منه، اصلا من دارم راجع به چیزای مثبت حرف میزنم، راجع به فرصت‌ها حرف میزنم، اون میاد میناله، همون میشه آخرین باری که من این آدمو دیدم. شده یه نفر اصرار داشته که دوباره منو ببینه، بهش گفتم حقیقتا به این دلیل فکر نمی‌کنم به دردم بخوریم. اگر خیلی آدم چی بوده گفته آره به خودش اومده گفته راست میگه من این حرفا رو زدم این کارا رو کردم، یه تکونی به خودش بده و تغییر کنه، من با از خدامه که اینجا دوستای بیشتری پیدا کنم. وگرنه اگر اون طرف حرف منو بشنوه از این گوشش در بیاد گوشش دروازه، یعنی اهمیتی نداره براش، خب چرا باید با هم دوست باشیم؟ یعنی اهمیتی به من نمیده. دوست کسی که باید به من اهمیت بده همونجور که من بهش اهمیت میدم. و این کل ماجراست. دوست من اومده خونه ما میگه مهسا روغن کرماشایی نریزی تو غذات، من بدم میاد از بوی روغن کرماشایی. خب من خودم خوب بود بهش گفتم دیگه غذا روغن کرماشایی میذاره، گفت نریزی من بدم میاد. روغن کرماشایی ما دوست داریم، من کرماشایی هستم، ولی خب گفت و همیشه دیگه یادمه که این اگه خونه ما اومد تو غذاش کره نریزم، روغن کرماشایی نریزم. چرا؟ چون برام مهمه، دوستمه و دوستش دارم و دوست ندارم کاری بکنم که ناراحت بشه. وقتی منم به تو میگم که این رفتاری که داری میکنی ناراحت کننده است و تو میخندی یا مثلا برات اهمیتی نداره، به معنی که احترامی برای من قائل نیستی، خب معلومه خیلی راحت میشه اون آدمو حذف کرد. خواهر مادر که نیست، یارو خواهر مادر خودش هم حذف میکنه، چه برسه به این کسی که مثلا فقط دوسته. پس نسبت به دوستا نگران نباشید، دنیا پر از دوسته که قراره پیدا کنید. قصه نخورید که من با این مثلا چی کنم، آدم نامردی هستم. نامرد نیستید. شما به این زمین، کره زمین اومدید که فقط خودتون رو نجات بدید و وقتی خودتون نجات میدی میتونی نجات دهنده افراد دیگه باشی. حالا شاید از نظرتون خودخواهی بیاد که من میگم ما اومدیم که خودمون رو نجات بدیم، ما نیومدیم کسی دیگه رو نجات بدیم. بچه‌ها من توی ویدیوهای مختلفم خواهش می‌کنم نگاه کنید. هر ویدیویی که من میذارم حداقل آقا 100 تا کامنت، 20 تا کامنت، 30 تا کامنت، 10 تا کامنت هستن میگیره که میگه مهسا من ویدیوت خیلی داره به من کمک میکنه. این مثال دارم میذارم. مهسا ویدیوت خیلی داره به من کمک میکنه. بر فرض مثال تمام ویدیوهای من به 10 نفر آدم داره کمک میکنه. شما در نظرتون این شخصیت منه، به اطرافیانم هم دارم همینجوری مستقیم کمک میکنم، راهنمایی میکنم، مشاوره میدم. و اگر من تونستم به 10 نفر کمک کنم دلیلش اینه که من اول خودم رو نجات دادم که الان تونستم روان سالمی داشته باشم بشینم جلوی میکروفون با شما حرف بزنم. من دوستانی داشتم که در سن مثلا 20 سالگی با هم دیگه راجع به انرژی مثبت، قدرت ذهن حرف میزدیم، ولی متاسفانه از یک مسیری تصمیم گرفتن به خاطر یه سری مسائل. مثلا یه دوستی داشتم یادم به من وقتی خواستم ازدواج کنم گفت
همسرت خیلی خوش تیپ و زیبا و فلان نیست، فلانی خوش تیپ و زیباست، یکی بود شبیه سوپر مدل‌ها بود. عزیز من خب دیگه هر کسی، من به شخصیت طرف برام مهمه. خندید به من، با شخصیت کیلو چنده. این دوست عزیز من متاسفانه اصلا من دیگه ارتباطی هم ندارم، مطمئنم ویدیوهای منو نمیبینه، یوتیوب و اینا نگاه نمیکنه، وگرنه نمیگفتم. ازدواج کرد با یه آدمی به خاطر ظاهر زیباشی. آدم معتاد بود، طرف معتاد صفر بود، در حدی که مثلا تو خیابون افتاده بود تو جوب. بعد از اون اتفاقی که افتاد این بچه دار شد، قبل از اینکه مثلا بفهمه طرف معتاده. طرف اینا رو گذاشت رفت. این خانمی که دارم براتون تعریف میکنم از طرف خواهرم شنیدم در موردش که واقعا در فشار خیلی شدیدیه، توی وضعیت بدیه، در حدی که من مطمئنم مثلا این نمیتونه یوتیوب نگاه کنه. و این کسی بود که من و این توی سن زیر 20 سال 18-19 سالگی با هم رویا پردازی میکردیم. و من اینو میخوام بهتون بگم، وقتی میگم باید اول خودتون رو نجات بدین، الان توی شرایط روحی هستم، توی شرایط زندگی هستم که میتونم به 10 نفر مشاوره بدم، به 10 نفر راهنمایی کنم برای زندگیشون. ولی کسی که توی اون سن ما با هم رویا پردازی میکنیم، به خاطر اشتباهی که کرد، به خاطر نجات ندادن خودش، به یک جایی رسیده که خودش هم نمیتونه، زندگی خودش هم نمیتونه از آب و گل در بیاره، چه برسه اینکه بخواد بیاد به 4 نفر مشاوره بده. پس میفهمی چقدر مهمه که اول خودتو نجات بدی. الان شخصیتی که من الان پیدا کردم، خواهر بزرگترم میاد مثلا از من مشورت میگیره. من با نجات خودم تونستم الان بیام و سعی کنم اون اطلاعاتی که دارم، اون تجربه‌ای که دارم با دیگران به اشتراک بذارم. پس اینجوری نیست که بگیم فراموش میکنیم و به ما ربطی نداره دیگران چی میشن، اصلا به من ربطی نداره، من فقط مسئول زندگی خودم هستم. یک لولی که میرسید، موفق میشید، میتونید اصلا الهام بخش افراد دیگه باشید. نیازی نیست اصلا کاری بکنید، حرف هاتون الهام بخش خواهد شد. ولی خب اولین نفری که با نجات بدین خودتونی. همه اینا رو گفتم برای اینکه عذاب وجدان نگیرید از اینکه کسی رو از زندگیتون خط بزنید. واقعا شما اگر یک آدم بدبخت بیچاره باشید، از نظر مالی فشار روتون باشه، فشار عصبی روتون باشه، روح و روانتون سالم نباشه، شما به دردی هیچی نمیخورید که بخواید کسی دیگر رو نجات بدید. مثل این میمونه که طرف توی باطلاق گیر کرده، تو هم تو باطلاق، راه هست که بری بالا، میگی نه هر دو با هم بریم، دست میگیره هر دوتون میریم پایین. تو اول برو بالا، بعد ببین تناب پیدا میکنی بندازی پایین طرف اون که دوست داری رو نجات بدی، وگرنه هر دو با هم تو این باطلاق فرو میریم. اونی که انرژی خاره و به گرفتن انرژی دیگران معتاد شده، توی باطلاقی که داره چنگ میزنه تو رو هم با خودش ببره پایین. بس احساس عذاب وجدان نکنید برای کنار گذاشتن این افراد. حالا بعضیا به صورت موقت کنارش میذارن، من شده طرفو گذاشتم کنار، بعد 6 ماه اومده گفته مثلا تو این حرفو من زدی، منو کنار گذاشتی، من متوجه شدم، الان متوجه شدم حق با توئه، من دوست دارم با تو در ارتباط باشم، ولی من متوجه شدم هنوز آماده نیست، برو چند ماه دیگه برگرد. ولی داشتم اینجور افرادی توی زندگیم. پس نگران نباشید. به معنی حذف کردن معنی نیست برای همیشه حذف بشه. بعضیا باید برای همیشه حذف بشن، کسی که معتادن به این جریان، ولی بعضیا واقعا اگر دوست داشته باشن تغییر کنن به خودشون میان و اون موقعی همه انرژی که بین افراد نمیدیم. پس یادتون باشه نباید عذاب وجدان بگیرید، چون انرژی تخلیه شده برای افراد مسموم و سمی یه چیزه، انرژی عذاب وجدان هم یه چیز دیگه است. عذاب وجدان هم خودش انرژیتون رو تخلیه میکنه. پس شما باید دوتاشو با هم انجام بدید. طرفو میذاری کنار، هر روز به خودت تکرار کن من اینجا هستم که خودم اول، نجات بقیه هم خواهم شتابید، ولی من اینجا هستم که خودم رو نجات بدم. یه دفعه به خودتون میاد یه عالمه وقتی که برای یه سری افراد میذاشتید که اصلا هیچ کمکی به زندگیتون نمیکرد، اون همه وقت برای خودتون برمیگرده. وقتتون رو جایگزین کنید، کتاب بخونید بچه‌ها، به جاش کتاب بخونید، به جاش مدیتیشن کنید. مدیتیشن اگه بلد نیستید یه چیز لاکچری چی نیست که آدم پول داره انجام میده. مدیتیشن یعنی اینکه شما بشینید زمین 10 دقیقه سعی کنید، تمام وجودتون میگه من میخوام بلند شم، ولی شما میگید نه من میشینم. حتی اگه شما تو موفق شدید 10 دقیقه رو بشینید و چشماتون رو ببندید، یعنی دارید با اون خواسته، اون خود قدیمیتون مبارزه میکنید. نه، میگی من دارم دستور میدم بشین. 10 دقیقه میشینم اینجا، هی فکرم بیاد تو ذهنتون، نتونید به هیچ چی فکر کنید که میگن حالا فکرتون رو خالی کنید. باز هم فکرم بیاد و باز شما موفق شدید که مدیتیشن انجام بدید، چون مرحله داره. مرحله اولش اینه که بتونی بشینی اصلا. بعد از نشستی شروع میکنی فقط فکرها میان و میرن و تو نظاره‌گر این فکرها باشی. حالا یه ویدیو راجع به مدیتیشن درست میکنیم و روزی 5 دقیقه اگر بتونید این کارو کنید، 15 دقیقه چیه، 5 دقیقه روزی 2 دقیقه شروع بکنید این کارو بکنید، میفهمید که شروع میکنید با خودتون، با خود برترتون ارتباط برقرار میکنید. و من دارم میگم این همه انرژی که صرف یه سری افراد سمی دارید تو زندگیتون میکنید، بیاید خرج دوست شدن با خودتون بکنید.
یه نفر هست که باهاش تازه سعی نکردید دوست بشید. باورتون نمیشه من پارسال از خودم بدم میومد، از بدن خودم بدم میومد، دارم هر روز روش کار میکنم، ولی باورت نمیشه مثلا چند وقت پیش داشتم، شاید چندین ماه پیش بود، مثلا حس این که خب مردم یه استاندارد زیبایی وجود داره، من دوست داشتم مثلا اون استاندارد زیبایی باشم که خیلی لاغر و اسکلت باشم، و چون جامعه اینو میخواست. و از سال قبل که شروع کردم تصویرسازی کردم، نه من اینو دوست دارم، من این بدن رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم. باورتون نمیشه ارتباطم با خودم چقدر تغییر کرده. تو آینه که آینه‌مون اینجاست نگاه میکنم لذت میبرم از دیدن خودم. لذت، من نه اینکه بگی مثلا چیا نارسیسیست دارم و هر روز میگم به به چقدر زیبایی، اینجوری نیست. هر بار که نگاه میکنم انگار دارم یه نفر رو میبینم که عاشقشم، و وقتی این رابطه رو با خود درست میکنیم بچه‌ها واقعا زندگیتون عوض میشه. من افرادی دیدم که عصبانی میشن خودشونو میزنن، نمیدونم موهای خودشونو میکنن، یا عصبانی میشن مردم مشت میزنن توی دیوار. دلیلش چیه؟ چون فکر میکنن اینا این بدنه هستن، از کاری که کردن مثلا پشیمونن، عصبانی هم مشت میزنه تو دیوار یا رو میزنه تو سر خودش. دلیلش چیه؟ چون فکر میکنیم ما بدنیم، در صورتی که این بدن ما نیستیم، ما اون روح هستیم، ما اون آگاهی هستیم. و برای این باید اینو آگاه بشید که آقا من بدن نیستم، این بدن یک ابزاریه، یه آواتاریه که من انتخاب کردم که روی زمین باش زندگی کنم، و اگر اشتباهی کردم گناه این بدن نیست، گناه اون اشتباه اون روحه و اشتباه اون آگاهیه، و اشکالی هم نداره اشتباه کردم، دوباره درستش میکنم، اشکالی نداره. و هر بار که وقتی اینجوری داری فکر میکنی چه بدن چه گناهی کرده که داری ازش متنفر میشی، درسته؟ این خیلی موضوع جالبی بود. کلا فکر کنم چند تا ویدیو از همین ویدیو در اومد در موردش صحبت کنیم. ولی وقتی که بحثم سر این بود که رابطه عاشقانه‌ای که دنبالش هستید، بابا به خدا همه عارفا و گذشتگان گفتن اول به خودشناسی برسید. اون کسی که دنبالش هستید، اون کسی که میخواین، اون عشقی که دنبالش میگردید، اون رابطه‌ای که دارید دنبالش میگردید، یکی میگه تو خدا پیدا میشه، من باید برم، در انسان نیست اون عشق، نمیدونم عشق خدایی فلان، اون همه چیزی که دنبالش هستید تو خودتونه. و یک روزی وقتی به این رسیدید که به جای تمرکز و انرژی گذاشتن روی افراد مختلف، انرژی و عشقتون رو روی خودتون بذارید و خودتون رو دوست داشته باشید، اون موقع است که میپذیرید که شما لیاقت بهترین ها رو دارید. و وقتی که پذیرفتید لیاقت بهترین ها رو دارید، به خاطر فرکانسی که بالا رفته، بهترین ها به زندگیتون جذب میشه. بچه‌ها امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. همین امروز برید لیست افرادی که تو زندگیتون هستن رو بنویسید، ببینید کدومشون رو میشه باشون صحبت کنید، کدومشون نمیشه صحبت کرد و باید حذف بشه یواش یواش یا کم رنگ بشه. توی کامنت ها برام بنویسید نظرتون چیه. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake